سلام، محمد هارون صدیق رهنورد هستم. در جلسه حاضر که در واقع جلسه ششم است، آموزش صفر تا صد نرم افزار فتوشاپ در خدمت شما عزیزان قرار دارم. در این جلسه با دو موضوع جالب خدمتتان هستم. موضوع اول ریسایز ریسامپل و موضوع دوم کانواس. پس بریم ببینیم که ریسایز ریسامپل چه کار میشه باش انجام داد. خب بیشتر شما را منتظر نمیذاریم و مستقیم میریم روی آموزش. ریسایز ما در واقع از سربرگ ایمیج میآید، ایمیج سایز که شارکت هم داره. شارکتش Alt Ctrl I است. خب وقتی روش کلیک میکنیم یک پنجره باز میشه. خب ما تصویر ما خورده میاریم این برتر تا دید کامل از تصویر ما داشته باشیم. در قدم نخست اینجا یک نمایشگر داره که ما با استفاده از هند میتونیم نقاط مختلف تصویر ببینیم. و یا اگر از طریق هند تول، این هند تول البته به طور خودکار خودش فعال میشه. وقتی رفتیم ایمیج سایز، هند تول به طور خودکار خودش فعال میشه که اینجا به طور خودکار خودش فعال شده. که از اینجا ما میتونیم زوم این یا زوم اوت بکنیم و اگر روی وسطش کلیک بکنیم تصویر روی 100% زوم میشه. اگر نیاز نباشه از طریق هند تول بریم این بر اون بر بچرخیم، مستقیما یعنی میخوایم بریم یک قسمت مشخص تصویر ببینیم از طریق این مربعک. این مربعک که وقتی رفتیم ایمیج سایز به طور خودکار خودش میاد. روی هر قسمت تصویر که کلیک میکنیم همون قسمت تصویر را برای ما نمایش میده. مثلا ما بخوایم چشم این حیوان ببینم یا دهنش یا این قسمت گل در واقع ببینم، از اینجا نمایش داده میشه. شما وقتی بری با مربع روی هم قسمت کلیک بکنی در واقع اینجا یک پیشنمایش برای ما میده. خب در اینجا در قسمت ایمیج سایز حجم یا سایز تصویر را برای ما نشان میده که تصویر ما چون کیفیت خیلی خوب داره 19.4 مگاپیکسل است. در قسمت دیمیژن اینجا ابعاد تصویر نشان میده. ابعاد تصویر 2260 تا 3000 پیکسل است. واحداتشان در اینجا px یعنی پیکسل که به طور پیش‌فرض نرم افزار فتوشاپ پیکسل انتخاب کرده است. پرسنتو ایمیج سانتی متر میلیمتر و پوینتو اینها همچنان هستند. شما نظر به کارتون هر کدومش دوست داشته میتونید انتخاب بکنید. و در فیلد فیت اینجا همچنان بعضی اندازه های اندازه های خیلی کاربردی و استاندارد به طور پیش‌فرض یا دیفولت نرم افزار یا را تعریف کرده است که کاربر میتونه با استفاده نظر به کارش از این اندازه های دیفولت همچنان استفاده بکنه. خب بعضی اتفاق میفته که ما به یک اندازه مشخص که به طور متداول مثلا از یک اندازه مشخص استفاده میکنیم. یا یک کمپانی کار میکنیم که در واقع برند سایز سنداش مشخص است. ما برند تعریف میکنیم واسه نرم افزار دیگه. هر موقعی که نیاز شد نیاز نیست ما هر بار بریم و اندازه رو اینجا در فیلدهای طول و عرض و رزولوشنش بنویسیم، بلکه مستقیم میریم روی هم کلیک میکنیم و سایز ما میآید. که ما مثلا بخوایم این تصویر به اندازه مثلا واحدش پیکسل باشه و طول و عرضش هم این مقدار باشه و رزولوشنش هم مثلا 300 مگاپیکسل باشه. خب 300 مگاپیکسل کیرام 2200 چند بود 60 ایهاشو مشخص کردم. میگم اینمی اندازه دلخواهیم است دیگه. هر موقعی که من خواستم از اینمی اندازه میم استفاده میکنم. میم از گزینه سیف بیلست استفاده میکنیم. خب اینجا یک اسم برش مشخص میکنیم. من اسم کانال می نویسم که تیچ اسکیل. خب تیچ اسکیل نوشتم. یک جایم برش مشخص میکنیم. مهم نیست، شما هر جای خواستی خودتان برش تعیین میکنیم. خب در آخر کلید اوکی را میزنیم. حالا اگر ما بیم دوباره از سربرگ ایمیج و ایمیج سایز برام بخوایم امی اندازه را بیارم دیگه اینجا تیچ اسکیل داریم. روش کلیک میکنیم اندازه میآید.
خب بعضا اتفاق میفته که دیگه نیاز نمیباشه که استفادهش بکنی و یا چندین تا سایزهای متفاوت داری، دیگه طولش خیلی زیاد شده است، شلوغ شده، میخوای یک قسمتش یک تعدادش حذف کنی. اینجا باز هم امکانش هست، برای پریست حذف میکنیم. میگه آیا دوست داری که پریست تو به نام تیچ اسکیل حذف بکنی؟ میگم بله، مشکلی ندارم با این کار، حذف شد. دیگه ما اینجا به نام تیچ اسکیل کدام پریست نداریم. یا بعضا در یک مجموعه هستیم که مجموعه مثلا خودش یک اندازه مشخص خود داره. مثلا یک نفر مدیر پریست میسازه، بچه ها رو میگه بچه ها همه تان از این پریست استفاده کنید. ما سنده خود به اساس این اندازه پریستی که ما مشخص کردیم شما هم در واقع از این اندازه استفاده کنید. پریست شیر میسازه در تمام سیستم ها و کامپیوترها. بعد ما اگه با هم لودش بکنیم داخل ایمیج سایز ما، با استفاده از لود پریست در هر جایی که بود از اونجا میگیریش، روش کلیک میکنی، بعد لود میزنی، میاید اینجا و پریست ما لود میشه که از این طریقه ما میتونیم استفاده بکنیم یا از کاستوم استفاده میکنیم. خب که موضوع جالبی بود. خب اینجا ویت و های در واقع فیلدهای عرض و طول تصویر ماست. طول تصویر ما 300 پیکسل است، طول تصویر ماست و یا عرض تصویر ماست که 2260 واحدشان پیکسل است. اینجا واحدات متعدد در نظر گرفته شده است. و فیلد رزولوشن یا وضوح تصویر، هر قدر رزولوشن بالا باشه وضوح تصویر بیشتر است، هر قدر رزولوشن پایین باشه وضوح تصویر همچنان کمتر است. که رزولوشن ما دو تا واحد داره، واحد پیکسل پر انچ است و پیکسل پر سانتی متر. این به این معنی که در یک انچ چند تا پیکسل داریم و در سانتی متر در یک سانتی متر چقدر پیکسل ما داریم. خب که از این دو واحدات هر کامشون دوست داشتیم استفاده میکنیم. خب پیکسل چیست؟ پیکسل در واقع ما اینجا یک تصویر ما از واحدهای خیلی کوچیک ساخته شده است، یعنی چندین هزار پیکسل است، شاید چندین واحدات خیلی کوچیک به اسم پیکسل با هم یک جای میشن، یک تصویر میسازن. من مثلا یک مثال بتونم، یک ساختمان میسازیم، در ساختن ساختمان از خشت ها یا آجرها استفاده میکنیم. به قول ما افغانستانی ها خشت و به قول برادرای ایرانی ما آجر. یک دیوار مثلا از 100 تا آجر به هم میذاریمشون تا اینکه دیوار بلند میشه. در واقع یه دانه آجر میشه یک واحد، کوچکترین واحد یک دیوار. پس در واقع عین شکل پیکسل اگر شما آجر فکر بکنید، مجموعه چندین هزار پیکسل منجر به ساختن یک تصویر میشه که من اینجا پیکسل برای شما نشان میدم. شما میبینید اینجا خیلی موضوعش کردیم، دیگه پیکسلش قابل نمایش است. شما میبینید که مربع‌های خیلی کوچیک هستن، هر کدام مربع‌ها به نام پیکسلیات میشه. خب در یک انچ شما تصور بکنید از اینجا تا اینجا یک انچ باشه، دینی فاصله یک انچ چند تا پیکسل است؟ یکی چند تا از اینجا تا اینجا این فاصله چند تا پیکسل باشه، این میره به نام رزولوشن یاد میکنن. پس این بود یک مفهوم فشرده از رزولوشن. امید است که فهم شده باشه. خب ما اگه اینجا تغییرات ایجاد بکنیم، مثلا میخوایم تصویر خود مربعی بسازم، میزنم مثلا پایینش 3000 است، من میخوایم فیلد ویت ما رو همچنان 3000 بسازم، رقم 3000 می نویسم. اما با نوشتن 3000 میبینیم که 3982 شد، بیشتر شد در واقع. خب چرا؟ به خاطر که اینجا لینک هستن، فیلد ویت و فیلد های با هم لینک هستن. اگر ما بخوایم لینکشون رو برداریم، دیگه با تغییر یک فیلد دیگه تغییر نمیکنه. خب 3000 در 3000 اوکی. حالا میبینیم که تصویر ما مربعی شد. تصویر مربعی میشه ولی خورده دیگه تصویر حالت کش شده نشان میده، اما زیبایی اصلی خود دست میده. خب ما تصویر خود اگر کنترل زد بزنیم، تصویر بالا حالت اصلیش میتونی ببینی. این تصویر حالت اصلی بود و اگر ببریم حالت که ریسایزش کردیم، این حالت ریسایز که خورده تفاوت ایجاد میکنه ولی زیاد
کسایی که حالت اصلی تصویر ندیده باشند این حالت هم نمیفهمند که تصویر کش شده است یا خیر. کنترل زد میزنیم که تصویر برگرده به حالت قبلیش. دوباره میریم سر ایمیج سایز میریم. خب اینجا یک گزینه دیگه داریم به نام ریسمپل. معمولا از رزولوشن 300 مگاپیکسل پر اینچ در امور در سندها استفاده میشه که تنها به خاطر نمایش در مثلا در اشیای دیجیتال استفاده میشه، مثل لپتاپ است، گوشه هوشمند است، تلویزیون است. در همچین چیزها اگر به خاطر نمایش باشه در صفحات وب ما از رزولوشن 300 استفاده میکنیم. مگم در امور چاپ از این رزولوشن استفاده میشه. رزولوشنش چند است؟ 72. خب ریسمپل چی کار میکنه؟ ریسمپل اگر ما تیک ریسمپل برداریم میبینیم که اینجا تغییراتی میآید. شما متوجه باشین این قسمت ویت های و رزولوشن وقتی تیکش برداریم در واقع یعنی نشون میده که این سه دانه فیلد با هم کانکت هستن. من اگر رزولوشن تغییر بدم از 300 بیارمش در 150 میبینیم که فیلد ویت و های به طور خودکار تغییر کردن. چرا؟ در این حالت وقتی که ریسمپل گزینش برداشته شود معنیش ایست که تو مثلا رزولوشن ثابت میمونه. رزولوشن چی میمونه؟ رزولوشن ثابت میمونه. یعنی به این معنی که تو هر قدر طول و عرض تغییر بدی، یعنی طول و عرض بزرگ بسازی، رزولوشن مثلا باشه چند باشه؟ 300 باشه. تو اگر طول و عرض بخوای تغییرات بیاریدش، فوتوشاپ به طور خودکار اینمی رزولوشن 300 پیکسل پر اینچه در ابعاد مختلف تصویر منتشر میکنه. مثلا تصویر اینی حالت تصویر ما 300 پیکسل پر اینچ است. تو اگر این را بخوایی این حالت طول و عرضش بیشتر بسازی، مثلا این طول عرضش 50 بسازی و عرضش هم به طور خودکار 66 میشه، دیگه اینمی 300 پیکسل پر اینچ به طور خودکار پیکسلات دیمی ابعاد جدید منتشر میشه که سیستم در واقع در امور دیجیتال زیاد استفاده میشه، ولی در امور چاپ معمولا 72 پیکسل می باشه. یعنی پیکسل چی می باشه؟ ثابت می باشه که ریسمپل گزینش باید زدگی باشه تا اینکه رزولوشن تغییر نکنه. رزولوشن باید 70 چند باشه؟ 72 باشه. ولی در حالت ریسمپل رابطه رزولوشن با رابطه طول و عرض معکوس است. یعنی چه قسم؟ یعنی بیمونه ما هر چقدر رزولوشن بالا بره طول و عرض ارقامش کوچیک میشه. هر قدر طول و عرض ارقامش بزرگ شود رزولوشن کوچیک میشه. مثلا من ایره بسازم 50 بسازمش میبینیم رزولوشن 45 شد. وقتی این زیاد شد کم شد. حالا ما ایره زیاد میسازم میبینیم که این دوتا کم میشه، از 50 66 میاد پایین. ایره من زیاد میسازم، مثلا چند میسازم؟ 150. خب اضافه شد 150. پس میبینیم که از 50 و 60 یا هم چنان کاهش یافته. اگر من این 300 بسازم باز میبینیم که 7 در 10 پایین آمدن. پس رابطهشان با هم معکوس هستند چون ریسمپل گزینش برداشته است. پس ما اگر بخوایم که تصویر ما طول و عرضش تغییر دادیم دیگه گزینه دیگه تغییر نکنه، باید ریسمپل زدگی باشه و لینک هم حالتش برداشته باشه. خب این گزینه دیگه ای که از اینجا وقتی ما ریسایز میکنیم تصویر خود، طبیعی است که تصویر در واقع رزولوشن ها پیکسل ها در واقع جایشون تغییر میکنه و تصویر در واقع خود کیفیت خود دست میده. ما به خاطر از اینکه تخریب کیفیت تصویر به حد اقل رسانده باشیم از گزینه های متعدد استفاده میکنیم. از این گزینه شما تجارب کنن، کسایی که دور چاپ هستن میتونن تجربه کنن، هر کدامشون که به درشون خورد استفاده کنن. ولی به طور پیش‌فرض نرم افزار فوتوشاپ به طور اتومات، این به طور پیش‌فرض اتومات است. خب ما اگر ریسمپل گزینش فعال باشه تغییرات وارد بکنیم،
مثلا من بیام اینجا رو 10 بسازم، 10 میسازمش، تغییر وارد بکنیم، اوکی بگیم، دیگه تاثیر ما تغییر میکنه، به شکل مربعی اومد. اما اندو زدم کنترل زد که تاثیر برگرده به حالت اولش. اگر ریسمپل گزینش برداشته شده باشه، ما بیایم ایره باز هم 10 بزنیمش که این گزینش هم در واقع تغییر میکنه، چون ریسمپل از دیگه هرسیش با هم لینک هستن. اگر ما اوکی را بزنیم ببینیم که تصویر ما هیچ تغییر نمیکنه. چرا تصویر تغییر نمیکنه؟ خب این تغییرات شما تنها در چاپ میتونید ببینید. اگر من کنترل پی بزنم یا پرنت بخوایم تصویر خود پرنت بکنم، تصویر ما به این اندازه که شما میبینید. البته اینمی اندازه تصویر، این اندازه تصویر در کدام اندازه بود، دوباره اندازش میارم، این بار شرکت سوال میکنیم کنترل آلت آی آمد به این اندازه بود. اگر من اندازه خود یه خورده بیشتر بسازم، اینمی اندازه را مثلا چند بسازمش، 10-12 بسازمش، اینال وقتی بریم ببینیم کنترل پی میبینیم که تصویر ما یه خورده چون سایزش را بالا بردیم سایز زیان بیشتر شد. تصویر اولی گوشای حیوان همچنان دیده میشد، یعنی قطع نشده بود. این قسمت پایینم در واقع یک قسمتش دیده میشد که الان رفت از پایین، تصویر بزرگ شده است. در حالت چاپ ما میتونیم میره همچنان ببینیمشان. اگر ما ایره کنسل بزنم، دوباره کنترل آلت آی بزنم، دوباره ایره در بسازم، میبینیم که حالا گوشای تصویر ما همچنان به سادگی قابل وضوح هست. پس تغییراتی که در حالت ریسمپل که گزینش برداشتگی باشه تنها در حالت چاپ میتونی ببینید تغییراتش، ولی در حالت ویو نمیتونی ببینید تغییرات. موضوع دیگه ما موضوع کانواس هست. موضوع کانواس در واقع بعضی اتفاق میفته که ما یک تصویر خودم میخوایم که حاشیه بتیمش، دور بر تصویر یا یک قسمت تصویر یا سمت چپ و سمت راست یا سمت بالا و پایین میخوایم یک حاشیه برای تصویر بتیم. فتوشاپ این نرم افزار را برای ما گذاشته است که از طریق کانواس میتونیم این امکانات بیاریم. و بعضا هم اتفاق میفته که میخوایم تصویر خود به اصطلاح قرینه بسازیم. قرینه یعنی سیستم متناظر ایجاد میکنیم که این تصویر در دو طرف باشه. مثلا بدن انسان ها از قسمت مرکزی یک ستون فقرات است، سمت راست بدن انسان با سمت چپ بدن انسان قرینه هستند، یعنی سیستم متناظر هستند که از نقطه ستون فقرات سمت راست با سمت چپ هیچ کدام شباهت نداره. چیزی که سمت راست بدن انسان و سمت چپ انسان است. پس این سیستم هم اگر بخوایم در تصاویر ایجاد بکنیم از طریق کانواس امکانش است که ما میاییم مثلا از طریق سربرگ ایمیج اینجا کانواس سایز که شارکت هم داره، شارکتش کنترل آلت و سی است، کلیک میکنیم روش. خب اگر ریلیتیو فعال نباشه شما در اینجا در واقع نمیتونی اندازش ببینی، تنها اندازش در اینجا میتونی ببینی. اگر ریلیتیو غیر فعال باشه دیگه اندازش هم در داخل فیلد ویت و های میتونی ببینیدشان. خب واحد زیان به طور پیشفرض پیکسل است. در اینجا همچنان طول و عرض تصویر نشان میده و کورن سایز یعنی سایز فعلیش هم همچنان 19.4 مگاپیکسل است که در اینجا تصویر سایز نشان میده. ولی ما اگر اینجا ابعاد تصویر نشان تغییر بدیم این سایز هم در واقع تغییر میکنه. اینجا رنگ حاشیه است، رنگ حاشیه که ما با حاشیه ما کدام رنگ میخوایم انتخاب بکنیم. رنگ بک‌گراند که معمولا سفید میشه، رنگ بلک یا رنگ خاکستری. از هر رنگ استفاده دوست داشتیم در حاشیه میتونیم کلیک بکنیم و اون رنگ ما میآید. خب یا اگر از اون رنگا نمیخواد استفاده بکنیم یک رنگ دیگه دلخواه از جمله رنگ انتخاب میکنی و برای حاشیه تصویر انتخاب از این رنگ انتخاب میکنیم. خب
خب اینجا انکر پوینت در واقع این بر ما میگه که انکر در قسمت وسطی است. میخوایم که در 4 اصلاح تصویر ما یک حاشیه ایجاد بکنم. به چه اندازه؟ به اندازه مثلا 10 به اندازه چند؟ به اندازه 50 پیکسل. 50 پیکسل در طول و 50 پیکسل در عرضش. ما دو تا طول داریم، دو تا عرض، یک تا طول و دو تا طول، یک تا عرض و دو تا عرض. در تمام 4 طرف تصویر ما حاشیه ایجاد کردیم. حاشیه ما موجود که در واقع خیلی به درد میخوره. شما میبینید که تصویر حاشیه پیدا کرد و خیلی زیبا شد. معمولا در امور چاپ تصویر رو بخواید چاپ بکنی یک حاشیه برش میتن که به شکل هم برای کارهایی که کسایی که در امور چاپ تجربه دارن به او کمک میکنه و هم یک زیبایی خاص تصویر رو پیدا میکنه. کنترل زد میزنیم که تصویر برگرده به حالت اولش. این بار نمیریم دیگه کانواس از طریق سربرگ ایمیج بریم. شارکتش میزنیم. شارکتش چی بود؟ کنترل آلت و سی. خب این بار میاییم باز هم مثلا انکر میریم در قسمت بالایی و طول و عرض چی میکنیم؟ ما یک قیمت وارد میکنیم. مثلا اینجا میتونیم 50 و دهایا میتونیم رقم 50 رو وارد بکنیم. اوکی میکنیم. میبینیم که چی فاصله اتفاق افتاد. چون ما انکر آورده بودیم در قسمت بالایی و برای طول و عرض برای جفتش ما مساحت دادیم، 50 دادیم و 50 دادیم. اما در قسمت بالایی این حاشیه نامد، در قسمت عرض و طول این فاصله آمد. خب چرا اینجا زیاد است؟ این حاشیه 2 برابر حاشیه عرض است. چرا؟ چون ما دیگه انکر آورده بودیم پایین و بیام 50 دادیم، بیام 50 دادیم. در واقع ایرام اگر بیاریم در پالیزی ببینیم مساحتش عرضش میشه به اندازه عرض ازی. ولی چون انکر آورده بودیم بالا دیگه تمام فواصل آمد به یک قسمت. خب یک حالت دیگه شون بررسی میکنیم. دوباره میایم به کانواس سایز یا آلت کنترل سی کلیک میکنیم. دوباره این بار میخوایم که انکر ما را در قسمت بالا بیاریم، به نفش سمت راست و رقم چند برش بزنیم. رقم مثلا باز هم 50 را بزنیم و رقم باز هم 50 را بزنیم. اوکی میکنیم. میبینی که در دو سمتش آمده است. خب باز هم کنترل زی کنترل آلت سی از طریق شارکتش میاریمش. خب این بار تنها به یک جهتش ما تغییرات میاریم. حاشیه میدیم. حاشیه چند بود؟ 50. وقتی کلیک بکنیم به یک سمتش حاشیه میاد. پس از اینجا میتونه نتیجه میشه گرفت. باز کنترل زد میزنیم. کنترل آلت سی نتیجه میگیریم که اگر ما ریلیتیو بربریم 2260 است. اینجا ما 2 برابر 2260 یک رقم وارد میکنیم. 2 برابر چند میشه؟ 4520 میشه. 2 برابر 2260 میشه 4520. میزنیم 4520. خب پس گزینه ریلیتیو اینجا این تو درد میخوره. نه 2260 ما کلیک میکنیم. میبینیم که دو طرف سند ما چی شد؟ حاشیه ایجاد کرد. اما ما نمیخوایم دو طرف سند ما حاشیه ایجاد شه. ما میخوایم که سند ما در یک حاشیه ما در یک قسمت سند ما باشه. با دوباره کنترل زد میزنیم. آل کنترل سی را میزنیم که دوباره کانواس بیاید. این بار میزنیم 2260 بود. نه آره 2260 بود. پس میاریم پوینت ما را در این نقطه قرار میدیم. حالا کلیک میکنیم. میبینیم که حاشیه کلا در یک سمت دیگه رفت. حالا دیگه تو میتونی این کاپی بکنی در اینجا بیاریش، یا قبلا این سند باید کاپی کرده باشی، کال کاپی شده شه بیاری در اینجا قرار بدی و مثلا قرینه بکنی تصویر ده. پس این بود کاربرد یا به اصطلاح معرفی کانواس که انشاءالله ما در پروژه ها هر کدام کاربردهای زیاده برای شما توضیح خواهیم داد که در کدام زمینه ما میتونیم از یا استفاده کنیم. برای فعلا شما تنها چون دوره آموزش هست شما از آموزش استفاده بکنید که کم کم در واقع کارهای عملیشون همچون من خدمتتان اشاره کردم. این بود آموزش کانواس.
درس ما را در اینجا درش میبندیم. خب شما اگر آموزش های ما، سبک آموزش شما دوست داری و برای که ما بتونیم انگیزه داشته باشیم، انرژی داشته باشیم در آینده ها برای شما آموزش های بیشتر اپلود بکنیم، ما را حمایت کنید که در واقع یک لایک دادن یا کامنت دادن برای شما در واقع هیچ چی نیست، ولی برای ما به مثابه حمایت ماست. پس ما را از لایک های زیبایتون، از قلبک های زیبایتون فراموش نکنید و کانال برای دوستای دیگه ایتون همچنان معرفی بکنید. ممکن که ویدیوهای ما برای اونها مفید باشه. شما را به الله یکتا و به همتا میسپاریم تا جلسه بعدی. خدا حافظ عزیزان.